چطور تاشی فکتیویت امروز مربوط میشه به حاشیه فوق شدید امیر تاتلو به هم‌تیمیاش و به هم خوردن اتحادشون سر این موضوع. راتون که انقدر ادعاشون پاره کرده آقا رپر مگه میتونه از حرف بترسه؟ و فحاشی فوق شدید امیر تاتلو به مردم ایران و پیوستن به سرنوشت سامان ویلسون و فحاشی جنجالی ساعت مدیر برنامه گروه زتا به امیر تاتلو به خاطر حرفایی که به مردم ایران زده بود. این گشاده دوباره ببینیم مردم برای چی تو خیابونن، میخواد آزاد بشه اون کشور تخمی که تو یه نشور بری رون استیج تخمی، تو همون جایگاه تخمیت وایسی. با حمله جنجالی حسین تویی به تاتلو به خاطر فحاشی شدیدی که به مردم ایران کرده بود. خب نیست که فحاشی فوق شدید امیر تاتلو به پیشرو حسین تویی و حسین که این موضوع باعث شد اتحادشون خراب شه و همه به امیر تاتلو پشت کنن و به سرنوشت سامان ویلسون دچار بشه. بریم هم که این فحاشی فوق شدید تاتلو به پیشرو حسین تویی و حسین رو بشنویم و برگردیم. راتون که انقدر ادعاشون پاره کرده آقا رپر مگه میتونه از حرف بترسه؟ رپر مگه باید از حرف بترسه؟ من مادر اون رپری که بخواد از حرف بترسه، از حرف از هر کسی، از هر مادر تا کامنت به تو بدن که تو طرفدار نمیدونم جمهوری اسلامی هستی یا حال مردم هستی، حالا کاری نداریم، هرچی 4 تا کامنت به تو بدن، 4 تا فوش به تو بدن، تو لفت بدی. این یعنی چی؟ این یعنی تو هستی. من قصدم این بود بزرگترین کنسرت ایران رو، تاریخ ایران رو بذارم و میذارم، گوش بدید، و میذارم. اما این وسط میخواستم یه 4 رو دنبال خودم بیارم. خب این 4 تا یکیشون که همون اول انقدر لفت داد، یعنی اصلا اعتماد به نفس این که داد روی استیج بخونه رو یارو نداشت. خب اصلا نداشت. دومی کی لفت داد؟ موقعی که گفتیم آقا قضیه اعتراضیه. سوم موند، یعنی از این دوم دنیا 2 تاشون لفت دادن، یکیشون موند. ولی من دیدم خدایا این چرا انقدر هست، چرا انقدر دوست دختر خودشو میبره توی یه طبقه دیگه، بعد میاد میره تو دوست دختر من، میاد میره تو نوازنده من. این چرا انقدر بی‌ناموسه؟ برگشتم گفتم که تو دل خودم یه درخواستم ازش داشتم، گفتم آقای بی تربیت، بی شور، الان گوشتو میگیرن از توی خونه میندازنت بیرون، راجع به یک مسائلی که نباید حرف بزنی حرف نزن، ازشون بپرسین گفتم یا نگفتم. همون موقع راجع به اون مسائل حرف زد، کریه اومد کلش هی کرد تو این دوست دختر ما، هی تو اون تتو آرتیست ما، هی توی این نوازنده ما، اون نوازنده ما، بعد دوست دخترش رو هی برد یه طبقه پایین تر. و اما از فحاشیاش به هم‌تیمیاش که بگذریم، میرسیم فحاشیاش به مردم ایران. امیر تاتلو در این باره نوشت چه خوشتون بیاد چه بد، هنوز 47% مردم ایران حقشونه به حقشون نرسن، حقشونه بمیرن، حقشونه باشون این حیوان برخورد شه و حقشونه زندانی باشن. 2 تا 4 تا کنی میفهمین، چون هنوز بیشتر 40% برای هموطنشون که من باشم مرگ و بیپولی و ناحقی میخوام به گزینه مرگ رای دادن. اونم هموطنی که هنرمنده و کلی براشون زحمت کشیده و کلی با انگشت خاطره دارن. میبینی که هنوزم دارم میخونه و مینویسه، براتون وقت میذاره، سندش هست، نظرسنجی همین پست قبله. پس چیزی که عوض داره گله نره، لیاقت زور و ناحقی و مرکز و حقیقت هم همین. میتونید تو اخبار و تو خیابون ببینید، واقعیت اون نیست که تو چشایتون موج میزنه، واقعیت این شب تیر است.
و طوفان تو راه تازه مردمان بیعشق. روز بخیر، خداحافظی. شماره 1 بیدار بین یه مشت کور و کر. و بعد از این صحبت‌های جنجالی تتلو، حسین تویی خیلی واکنش تندی به امیر تتلو نشون دادش. و اما حسین تویی بعد از این موضوع اومد یه سری صحبت جنجالی راجع به تتلو کرد. حسین تویی در این باره نوشت: کسی که تو این شرایط هم به فکر پول درآوردن از خون مردم باشه لیاقت رفاقت و همکاری نداره. آهنگ بیبی اونم دوستمانه از یوتیوب هم حذف کردم. اعلام میکنم دیگه اتحادی در کار نیست، جز اتحاد با مردم تا رسیدن به آزادی. هر کی هم از طرفدارا من حساب کرده لطفا دیگه من دنبال نکن تا منتی رو سرمون نباشه. انسانم آرزوست. که بعد از این استوریا حسین تویی حدود 3 از صاباش ریختش. نظر شما راجع به این فحاشی تتلو چیه؟ حتما برام تو کامنت ها بنویسید. و اما بعد از حمله جنجالی حسین تویی به امیر تتلو، سوال مدیر برنامه گروه زتا اومد یه سری فحاشی‌ها به امیر تتلو کردش. بریم هم این فحاشی جنجالی سوال رو بشنویم و برگردیم. این گشاد فیس یه دقیقه به این فکر نمیکنه که این مردم کف ایران دارن میمیرن، میجنگن برای چی؟ خارج از ایران این همه آدم تو خیابونه برای کی؟ برای توی کش. تو برو ببینیم مردم برای چی تو خیابونن. میخواد آزاد بشه اون کشور تخمی که توی اون نشور بری رون استیج تخمیت، تو همون جایگاه تخمیت وایسی. این مردم ما رو گفتن، ما رو از بس آدم که گفتنت. دهن ما رو وا نکن. این همه گو نخور تو یوتیوب تخمیت، این همه زر نزن راجع به مردم. همین مردم تو رسوندن به اون جایی که هستی. شور فیس. خب رسیدیم به آخر ویدیو. اگه موافقید که امیر تتلو به سرنوشت سامان ویلسون دچار بشه حتما برام تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.